و پیشکش شما هموطنان عزیز خود بکنیم. کادر رهبری واحد و زعامت ملی یک نوشته است که جناب واسط صاحب برشته تحویل در آورده که مسئولیت خداوند تبارک و تعالی باشه و یاری و علاقمندی شما وطندارای عزیز باشه که خود ما برای خود خدمت را انجام بدیم و خود ما به یاری خداوند تبارک و تعالی درد مشترک خود را تداوی بکنیم و خود ما به پای خود استاد شویم و خود ما این آلام و مصیبت هایی که به مملکت ما وارد شده و از هر طرف سر ما بلاها میبره این را به زور و توانایی بازوی خود ما به توفیق یاری خداوند تبارک و تعالی دور بکنیم. برادران عزیز و خواهرای محترم، هیچ وقتی یک ظالمی ظلم خود از سر کس پس نکرده، به خاطر پس نمیکنه که او نظر به مشیت خداوند تبارک و تعالی و نظر به اعمالی که او داره، او به یک منجلابی گیر مانده که قلبش سیاه شده و هیچ وقت نمیتونه که به اعمال نیک دست بزنه. مثل که آیه قرآن عظیم شان است که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم. اونها قلبشان سیاه شده. به گفته یک شاعر که میگه با سیاه‌دلان گفتن وعظ چی سود، نرود میخی آهنین در سنگ. اونها هیچ وقتی اعمال نیک و صالح و شایسته از ما سر نمیزنند. ولی رسالت ما چیست؟ رسالت ما است که نظر به احکام خدایی ما عمل بکنیم و این مشکلی را که سر ما آمده و این درد و مصیبتی که سر ما نازل شده خود ما از خود پس بکنیم. خداوند تبارک و تعالی میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. هیچ وقت خداوند تبارک و تعالی تغییر نمیده سرنوشت هیچ قوم را تا وقتی که خودی از قوم، تا وقتی خودی از مردم تصمیم نگیرن و سرنوشت بر تغییر سرنوشت خود اقدام نبکنن. اگر یک قوم به حالت ضلالت و گمراهی خواسته باشند که همیشه بمانند، اونا با مسیحچال و بدبختی همیشه دچار هستند. ولی وقتی که در بین دو قوم مردم خبیر و مردم دانشمند و مردم صحیح و آگاه پیدا شد، راه نیک از راه بد تفریق کردن، راه خداوندی و راه اسلامی و انسانی و بشری را پیش گرفتن، در اون صورت اونا سر تصمیم سر مقدرات خود بگیرن خودشان. مثل که ما و شما در ابتدا در روز اول ما خدمت شما عرض کردم که یک ابرقدرت متجاوزی دور از بیخبر از احکام خدا و ضد خدا پای در مملکت ما گذاشت و شما برادرای عزیز و شما شجاعا و شما شیر مردا و شما فرزندای شیر مردا تانستید که او را نظر به آیه عظیم شانی که قبلا گفتم یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا عمل کردین و او شر از سرتان پس کردین و از سرحداتتان، از ناموستان، از ملتتان، از مردمتان، از شرفتان دفاع کردین. و حال وقتی عزیز که ما طاغوت از سر خود پس کنیم. قبلا هم در جلسه دیگه خدمت شما گفتم که هم احکام خداوندی است. ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در هر قوم ما رسول فرستادیم، در هر گوشه دنیا رسول فرستادیم که اون رسول چی بکنه؟ ان اعبدوا الله، فقط عبادت خدا را رایش بگیره، رای صالح پیش بگیره و انجتنبوا الطاغوت، از طاغوت زمان اجتناب بکنه. طاغوت هم گفتیم که شیطان طاغوت است، بت طاغوت است، حاکم جبار طاغوت است. و بالاخره چیزایی که از حقیقت منحرف شده باشه و او را ما در خود تطبیقش بکنیم، این طاغوت است. برادرای عزیز،
ما فقط میخواهیم که در این مورد روشنایی و روشنگر باشیم در مورد احکام خدا و عملکرد ما هم مطابق قانون اساسی افغانستان است که او هم الهام گرفته از شریعت غرای محمدی و با کمال تأسف هر ورقی که ورق بزنیم، هر صفحه‌ای که مراجعه بکنیم در اونجا مطابق قانون اساسی عمل نشده و او به گوشه فراموشی سپرده شده و طاغوت‌های زمان او را به زعم خود تبدیل کرده رفتند. این حالت بدبختی مملکت ما جاری است و میباشد تا وقتی که خود ما این بدبختی از سر خود دور نکنیم و این هم یک گناه بزرگ است که ما سر خود دور نکنیم و اگر ما خداوند بازم در مورد علم طاغوت و در مورد پذیرش طاغوت بسیار آیه های بسیار زیاد در قرآن عظیمشان است. ما در لا بلا در دیگر روزها خدمت شما عرض خواهد کردیم و این از نماز روزانه پنجگانه و مثل نماز پنجگانه برای ما فرض است. متاسفانه علما و دانشمندان دینی ما صدمه اصلی و اساسی به دین مقدس اسلام و دیگر ادیان که وارد شده از زیر طاغوت‌های زمان و همین علمایی که با نام نوا و همکار بودند از استجا وارد شده و شکل‌های بسیار مستضیحانه سر ما تطبیق میکنه که همون شاعر بگه سبا بر ما رسان سلامی پیغامی خدا دادن ما را ولی تعویلشان در حیرت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفی. برادرای عزیز، ما این طرح با قدم به قدم تشریح خود کردیم و سوالای خود داشتیم از آقای واثق ولی قبل از این که ما این را تشریح نکردیم تا وقتی که ما این را به ذهنیت‌ها جا ندادیم تا وقتی که ما نتانستیم که در خانه های شما در فرد وطنان بزرگ ما به این علاقه بگیرن و این طرح بخوانند و بعد از اینکه آماده ایزی شد باز وقت ما شما به ناجی خود تبدیل میشین و با هم بگیم ما به ناجی خود تبدیل میشیم و این طرح پیاده میکنیم و در وقتی استودیو به اختیار خود شما خواهد بود و ما باید شنونده خواهد بودیم. ما حال اضافه تر از این وقت نمیگیرم برای اینکه روشنگری اضافه تر باید از طریق آقای واثق به مورد این طرح ما از آقای واثق سوال میکنیم که آقای واثق شما در مورد طرحی که نوشتین شما به این امروز برای ما چی گفتنی و اظهار داشتید؟ لطف بکنید. تشکر. با اجازه شما اولتر از آن سلامای گرم و سلمانی خود با همه هموطنان گرامی و مادران و پدران بزرگوار و خواهران و برادران انجمن در داخل خارج کشور که روز میمان خانه هایشان هستیم تقدیم کرده و همچنان به خدمت آقای خطاب رئیس شبکه تلویزیونی پیام افغان و آقای استجوی آسمایی به مدیریت یاسین جان نجوا و همچنین مصطفی جان که روز ما را در ایران همکاری میکنه تقدیم کرده